چند بخشا می شود و امکانات بخش ICU چیست؟ قسمت بالا پایین هر زاویه که بخوایم مثلا میتونیم بالا پایین. یک معلومات کلی در مورد فعال کردن بخش ICU به ما بگوید. یک مرحله دیگه تحقیق میکنیم با درجه حرارت مخصوصی که داره، باز میتونیم از اون واسه یک دیگه استفاده. به اینجا مربوط به کدام بخش میشه و چی هست در اینجا، چی داره؟ بسیار مهم است در بخش ICU ادرنالین است و اتروپین است. معیارهای خاص هم هست برای مریضایی که مربوط به بخش ICU میشه. موږ په همدې لټه کې چې موږ ورځ تر بلې هیوادوالو ته غوره روغتیایي خدمات وړاندې کړو. به نام خدا و با عرض سلام بینندگان محترم، امیدوار هستم که خوب باشید. باز هم شما را خوش آمدید میگویم به یکی دیگر از برنامه های ما. امروز در شفاخانه ملکی شهر مزار شریف بخش ICU افتتاح گردید. ما می رویم و معلومات را در مورد بخش ICU از مسئولان این شفاخانه جمع آوری میکنیم که آیا بخش ICU چه خدمات را برای مریضداران ارائه میکند و شامل چند بخشا می شود و امکانات بخش ICU چیست. می رویم و با مسئول بخش ICU شفاخانه ملکی ولایت بلخ صحبت هایی می داشته باشیم. سلام علیکم دکتر صاحب. خوب هستین؟ تشکر. بخیر باشین. دکتر صاحب اگرچه چهره مشهور هستین نه خدا قدم نخست اگر خود را معرفی بکنین و یک معلومات کلی در مورد فعال کردن بخش ICU به ما بگوین. سلامت بخیر باشین. در خدمت خوش آمدید میگیم. میگه دکتر احمد سمیر نیازی هستم، مسئول سرویس ICU و متخصص داخلی عمومی و یک تن از متخصصین سرویس ICU. دیگه سرویس ICU خوشبختانه امروز شاهد افتتاحیه بخش ICU شفاخانه ابوالحسین بلخی بودیم که با داشتن 15 بستر با تمام تجهیزات و مدیکال اکوپمنت که از طرف کمک مالی دفتر محترم UNDP با هماهنگی وزارت محترم صحت عامه و ریاست صحت عامه ولایت بلخ سپلای شده به ما و سابق با نبود بعضی تجهیزات مریضا میره به طرف مرکز یا خارج از کشور که خوشبختانه سر از افتتاحی سرویس ICU دیگه ضرورت نیست که مریضا برن به طرف کابل. انشالله با داشتن پرسنل مجرب و متخصصین ICU و تجهیزاتی که به ما داده شده انشالله خدمت مریضان قرار داریم. خیر سلامت باشید. بخیر باشید دکتر صاحب. چی خوب میشه اگر برویم ببینیم که بخشا رو ببینیم، امکانات رو ببینیم و در موردش معلومات بدین به بینندگان شهروندان. ما در خدمت انشالله یک با شما معرفی خواهد کردیم. بخیر باشین. اگر خب بینندگان محترم میریم با بخش مسئول ICU. این بخش ها رو یکی یکی میبینیم و امکاناتش هم میبینیم که چی امکانات داره و چی خدمات را به شهروندان ارائه میکند. سلامت بخیر باشید. به این شکلی که شما به تصویر میبینیم بله. ما حدود 15 بیت به این شکل با تمام تجهیزات مربوطش داریم. به تصویر مشاهده داریم یک بیت اتوماتیک با هر زاویه که مریض بخواد هم توسط مریض و هم دکتر مربوطه یا نرس مربوطه میتونه به مریض وضعیت بدیم. بله. میتونه قسمت بالا پایین هر زاویه که بخوایم بله. مثلا میتونیم بالا پایین در هر وضعیتی که بخوایم میتونیم تغییرات به مریض بیاریم. قسمت سر، قسمت پا، هر بخش و دارنده سرنج پمپ، اینفیوژن پمپ، ماشینات ونتیلاتور یا تنفس مصنوعی که مشکل تنفسی دارن، تنفس کرده درست نمیتونن، به صورت کمکی میتونن سیستم تنفسیش حمایت بکنه و پیشان مانیتور که هر علائم حیاتی مریض است، سچورشن مریض، اکسیژن مریض و فشار مریض، نبض مریض، ضربان قلب مریض همش به چک میشه، ذکر میشه. هر لحظه که بخوایم میتونیم ما تماشا بکنیم و یک اکسیژن بورد نظر گرفته شده که دو قسمتی آن با سیستم اکسیژن به مریض داده میشه. دو قسمتش هوا است و دو قسمت باقی مانده ازی واکیوم و سکشن افرازات مریض در صورتی که بیاد توسط یک پایپ مخصوص در هر مریض دیسپوزیبل یک بار مصرف استفاده میشه. دیگه هر اتاق از خود
روشنایی کافی دیگه گرم کننده یا سر فصل سال و سردی و گرمی مریض نظر گرفته میشه و در پالی از او این ماشین ایکو هست. یک ماشین دیگه هم اینجا هست، ایکوکاردیوگرافی که میتونیم ما تلویزیون قلب به طور ساده‌تر اگر بگویم در هر مریض میتونیم استفاده بکنیم و هر اتاق از خود نبولایزر دیگه تمام تجهیزاتی که به خاطر احیای مجدد به خاطر اینکه مریض بتونیم درست تداوی بکنیم و کمک ما به مریض برسیم ان شاء الله در این بخش موجود هست. دیگه میریم اتاق‌های دیگه. بله بریم بینندگان محترم، میریم به اتاق‌های بعدی که اتاق‌های بعدی چه امکانات را دارد؟ خب دکتر صاحب اتاق طوری که می‌بینید تجهیزاتی که نه به شما معرفی کردم در این اتاق هم موجود است. فقط چیز اضافه که در اینجا هست با وجود از گرچه ما اکسیژن پلنت مستقل داریم توسط اکسیژن بورد که بالای بیت مریض مشاهده میکنیم، مثلا اگر میشه که مشکل تکنیکی پیدا کنه خراب شه ما بعضی ماشین‌های پورتیبل خورده که به نام کانسنتراتور اکسیژن کانسنتراتور یاد میشه که خود تولید کننده اکسیژن است، از این میتونیم استفاده بکنیم. بله. خب دکتر صاحب اینجا یک چیز دیگه هم هست، این آله فشار است. بله. آله فشار که با استند مخصوص از خود داره، میتونیم آله فشار از توسط تعیین بکنیم. گرچه دما نیاز نیست، با وجود از اون از پیشنهادات ما استفاده میکنیم که دوام علائم حیاتی فشار میزدی نشان میده. اگر خاص کاربرد از این خوب است یا مثلا منوال اگر بخوایم میتونیم ببینیم. با وجود منوال شاید نیاز شود چون این خوبتر است که خود دکتر میتونه ببینه و این مسئله الکترونیکی یا برقی است خودش مشخص میسازه. بله بله بسیار خوب دکتر صاحب. و بینندگان محترم باز هم بخشای دیگر هم داریم، میرویم و بخشای دیگر رو هم دیدن میکنیم با دکتر صاحب. این ماشین دیسی شاک است که در مریضایی که بسیار وخیمه، مریضایی که علائم حیاتی نداره، مریضایی که در حالت طبیعی که ما گاسپین میگیم من یا ضربان یا مثلا که قلبشون آرست قلبی داده باشه باز از ماشین دیسی شاک استفاده میکنیم به خاطر ایای مجدد یا سی پی آر که مراحل ای بی سی دی خود داره به ترتیب از این میتونیم استفاده بکنیم. و در پالیش یخچالی است که بعضی اقلام دوایی که ضرورت به درجه منفی ضرورت دارن یا تغییرات مخصوص از خود دارن در نگهداری میشه. و این اتاق بخش دیالیز ماست که مریضایی که مشکلات کلیوی داره یا عدم کفایی کلیه پیدا کردن باز این مریض ماشینا رو نصب میکنیم که همون سیستم فیلتریشنی که توسط کلیه صورت میگیره بله توسط یاد دوباره احیا شود. بله دکتر صاحبی بخش آی سی او که افتتاح شده این مخصوص به کدام مریض است؟ این از خود ما مریضی که بخوایم داخل بستر بگیم خود ما یک پروتکل یک معیارات داخل بستر داریم. هر مریضی که مطابق اون معیارات پورا کرد ما داخل بستر میگیریم. تقریبا در این شفاخانه ما 16 سرویس وجود داره. ما نمیتونیم چون 15 بیت از کم است از هر سرویس اگر ما یک نفر فرمایشی اگر بگیریم در ما جای نمیمونه. با خاطر یک پروتکل و معیارات مخصوص از طریق وزارت محترم صحت عامه امارات اسلامی افغانستان به ما داده شده که هدف کلی است که یک کمکی باشه به مریضا و اید از مریضایی که بتونیم کمک ما برسه بتونیم دوباره احیا بکنیم ما مریضا میگیریم. اید مریضایی که توانایی ما نیست اگر کمک بکنیم موثر تمام نمیشه و مریضا رو ما نمیگیریم. مطابق اون پروتکل که زیادتر سیستم هدف از آی سی زیادتر حمایه سیستم تنفسی مریض است و اون مریضایی که نیاز به ونتیلاتور دارن، نیاز به ماشین سی پاپ دارن، نیاز به ماشین بای پاپ دارن، نیاز به عموما با اکسیژن تراپی نیاز دارن و اون مریضا رو ما میگیریم. معیارش همی است. بله معیارش همی است. خب اون بخشای دیگه هم مونده که هنوز ندیده باشیم دکتر صاحب؟ در تمام اتاقا 15 بیت است با اون تجهیزاتی که در یک اتاق در مشابه دیگه اتاق هم وجود داره با بسیار فوتای کم. این منطقه نرس استیشن ما هست که بخش نرسینگ ما در اینجا نوکری میتن. در مجموع ما تقریبا 49 نفر تشکیلات داریم که در 3 شیفت کاری کار میکنن. در هر شیفت کاری 3 متخصص، 8 نرس، 3 خدمه میگیم و یک بایومدیکال انجینیر اینجا نوکری میتن و 24 ساعت نوکریشون 48 ساعت آف میباشن. و اگر ماشینی که فعلا در اولین بار گرچه سالش قبلا بود ما لارنسکوپ میگفتیم ویدیو لارنسکوپ است با وجود که مریض ما میخوایم اینتوبیشن صورت بگیریم با شکل ویدیو با ما اینجا نشان میدن.
بله. این تازه آمده؟ مجرا بله تازه ماشین از در ژبخانه ملکی تازه آمده؟ تازه آمده بله. سابقا بود ساده بود، اسکوپای عادی بود متوسط گروه دیستی. باز ما چقدر امکاناتش بیشتر است نسبت به او؟ چی کار کرد؟ خوبی است که هر کسی که تجربه کم که داشته باشه میتونه با این کار اسکوپش کمره داره. کدام مجرا کدام مسیر میخواین برین ویدیو نشان میده. با توسط از اون میتونیم ما یک حاله دیگه برای برانکوسکوپی است که دایی وصل میشه و در قسمت ریه اگر کدام چیزی برد توسط از میتونیم یک کامسیل بندش وجود داشته، کام استنوز اگر موجود باشه توسط از میتونیم پلاگ اگر موجود باشه توسط از میتونیم خارج بکنیم. این صندوق شکلی که اینجا ماندگی است مربوط به یا اوون میگن سیروم گرم کن میگن. سیروم چون زمستان است سیروم سرد است باید گرم شه. بله اوون خشک میگیم داخل از این مانده میشه با درجه حرارتی که میخوایم سیروم گرم میکنه و بعد از اون با مریض تطبیق میشه. بله بله. این از خود درجه داره بگیر بر درجه‌ای که انتخاب کردیم به اون درجه گرم میشه. بله. و یا به نام ما وین فایندر میگیم، یعنی پیدا کننده رگ. بعضی مریضایی که چون زیادتر مریضای ما در حالت شاک می و پیدا کردن وریدشون بسیار به ما سخت تمام میشه. وظیفه اینمی است که به شکل میتونه ورید مریض ببینیم با هر رنگ بخوایم میتونیم با تغییر رنگ هر قسمتش میتونیم تغییرات بگیریم. این بعد اطفالای نوزاد هم استفاده میشه تنها برای بزرگسالان؟ ادول کلان خود نداره به هر سن سالی که مشکل نداره استفاده میشه. مشکل نیست. خب ماشینی ECG است که کمی آشنایی با این داره دیگه. چی کار کرد داری؟ کارش نمیست که وظایف مشکلاتی که قلبی و گپا اگر داشته باشه توسط میتونیم تشخیص بکنیم. بعد از اینکه مشکوک باشیم باز معاینه که قبل شما معرفی گرفتم در اتاق اول با ایکوکاردیوگرافی میگه باز پیشرفتی از است به شکل تلویزیونی قلب صورت میگیره دیگه به شکل گراف میکشه به ما دیگه. ما نزدیک تشریف ماشین دیسی شاک است، شکل دیگه دیسی شاک است. این سیروم گرم کن است، مریضایی که کم خون است اگر خون بخوایم توصیه بکنیم چون خون سرد می باشه درچال نگهداری میشه و این در قسمت است یک سیستمی که خون بود گرم میکنه با درک دامنی استفاده میشه. بسیار هی میگن خوب یک ماشینی نوی که فعلا آخرین ورژن ماشین ایکس ری هست. این هم تازه آمده؟ تازه آمده. خوبی از این است که پورتیبل اولین بار در اینجا استفاده میشه. اولین بار در اینجا استفاده میشه. قبلا ما شکلای ورژن ساده‌اش داشتیم و خوبی از این است که با هر مریض هر موقعیتی که باشه صاحب ضرورت نیست که مریض پیش از این بیاریم، این پیش مریض میبریم. مریضای وخیم میشه مریضایی که قادر به گشتن نیستن، قابل به انتقال نیستن، مریضایی که ممکن در ونتیلاتور وصل باشه، توانایی نداشته باشه که مریض انتقال بتونه و نیاز به اکسیژن داشته باشه. هر طرف انتقال بدیم. بله. میتونه عکس بگیریم و خوبی یگانه ویژه‌ای که داره شوهای از این 1 متر است. گرداگرد تا 1 متر شوها میتونه که چون نرس یا دکتر که اینا استفاده میکنم دوامدار مورد شوها قرار نگیره. بله. و این هم پرینترش است. این پرینترش است که همون عکس بکنیم میشه. گرچه توسط موبایل میتونیم بگیریم، بعد توسط فلش میتونیم بگیریم. خب در اینجا راحت تر نیست نسبت اگر بخوایم پرینت بکنیم فیلمش رو بکشیم دیگه پرینتش میکنیم. خیلی خوب. خب در اینجا بستر نهم است دیگه با اون تجهیزات که قبل شما معرفی کردم همون تجهیزات داره دیگه. خب دکتر صاحب چیز مونده اینجا که به معرفی نگرفته باشیم دیگه؟ این ماشین سکشن علایدگی هم گرچه داریم، گرچه خود سیستم بورد هم داریم که توسط از هم سکشن هم اکسیژن قبل معرفی گرفتم با شما و اگر استفاده نیاز باشه این ماشین سکشن یاد میشه که به شکل تنهایی هم میتونیم استفاده بکنیم. و قبل معرفی گفتم اینفیوژن پامپ و سرنج پامپ هدفش اینی است که سابقا دوز دوا رو مشخص میشه خصوصا در اطفال که مریض با نظر به وزنی داره اما دوز دوا مشخص میشه و خوبی است که هر دوز دوا که شما بگین اگر دکتر نرس هم بالایش نباشه خود از این دوزی که ما آردر میتونیم برش میگیم که تو نمی دوز مریض تطبیق بکو باز با اون شکل دوز مربوطه که دکتر توصیه میکنه اون رو میگیره از اضافه بودن. خیلی خوب خیلی خوب. خب آهسته میرویم به دیگه این مجموعاً 15 قلب با شما بودم 15 بیت است و یک اتاق نوکریوالی داره بله و در ضمن یک آشپزخانه هم داره و این هم بخش اکسیژن پلندش هست که در سرویس آیسیو یک بخش اکسیژن پلند مستقل در نظر گرفتن که در قسمت پشت است و از این قسمت
کنترل میشه و از اینجا پخش میشه به تمام اتاق. در تصویر میبینین یک قسمتش هوا هست، یک قسمتش واکیوم سکشن، یک قسمتش آب به مریض اکسیژن میده. و این فقط درجه که از ماشین می بازی اینجا نشان میده که چند فیصد آمده با چند فیصد بدم 15 به تقسیمات خود بکنه. بله تشکر. دیگه خب در اینجا ماشین تعقیم است، اون که اتوکلاف میگیم. بعضی وسایل یک بار مصرف میبخشن، وسایلی که ضرورت به تعقیم داره که بعد از سرجری یا بعد از اکثریت وسایل‌های می‌خوایم تعقیم بکنیم، در اینجا باز میتونیم تعقیم بکنیم. بله بله. با درجه حرارت مخصوص با تعقیم بکنیم. دیگه من دو دوبیخانه دارم، یک دوبیخانه خوش، یک دوبیخانه که روجایی و دکتر صاحب او را تعقیم گفتنی، اگر واضح بسازنید به بینندگان که تعقیم یعنی چی؟ ما خود در مجموع نام ماشین رو تو کلاف یاد میکنیم. بله. و در فارسی هم معمولا میگن ماشین تعقیم. هدفش این است که بعضی پروسیجرهای کوچک داریم، وسایلی که در استفاده میشه در خون مریض آلوده می باشه و خدا نکنه مثلا اگر ممکنه زردی سیاه و سفید داشته باشه، اگر در مریض دیگه انتقال پیدا نکنه و طبعا انتان در مداخله نکنه با مریض دیگه. بعضی وسایلی که یک بار یک مریض استفاده کردیم یک مرحله دیگه تعقیم میکنیم با درجه حرارت مخصوصی که داره، باز میتونیم از اون وسایل یک مریض دیگه استفاده بکنیم. به معنی که هم یک وسایل یا یک قیچی را یک پروسیجری که سر مریض انجام میدیم در دو مریض انجام داده نمیتونیم. بله. به رون ساده دیگه شستشو میشه دیگه. شستشو میشه ساده تر بگیم. خیر باشه. دیگه خب چیز دیگه هم بخش آشپزخانه ماست. بله. که ما تمام. خب اینجا بینندگان محترم اینجا بخش آشپزخانه آیسیوی شفاخانه ملکی هست و ببینیم که چی امکانات و تجهیزات داره. اینجا آشپزخانه کوچک بودیم دیگه. بله. دمو 8 نفر کفایت میکنن و کاری که داره. بله بله. دیگه تمام مسائل که ضرورت به پختن دیگ آشپزی بودیم اینجا موجود هست. یخچال داریم، اوون داریم، دیگه دیسپنسر آب داریم، ظروف ضرورت هست داریم. این آشپزخانه برای پرسنل است. بخاطر پرسنل است که نوکری والی خود اینجا دیگه پختن میکنه، از اینجا باز با سبا توزیع میشه. بله. خیلی خوب. بینندگان محترم این بود آشپزخانه بخش آیسیوی شفاخانه ملکی شهر مزار شریف. دکتر صاحب کدام ماشین کدام بخش اگر مانده باشه معرفی نگرفته باشی چیز هست چیز مانده؟ کلیش رو معرفی گرفتن تا چیزی نمونده. خب دیگه مسای وسایلی که ضرورت به مریض است کلش انشاءالله تشریح کردیم. بله. خب تشکری میکنیم و سپاسگزاری میکنیم از دکتر صاحب مسئول بخش آیسیو که معلومات بهتر و کافی را برای ما و شما ارائه کرد و چیز نمانده باشه که اینجا به معرفی نگرفته باشد. سپاسگزاری میکنیم از دکتر صاحب و بیننده برنامه ما باشید. خب بینندگان محترم اینجا یک دو بخش دیگه هم فکر کنم مانده که دکتر صاحب به معرفی میگیره. دکتر صاحب اینجا مربوط به کدام بخش میشه و چی هست اینجا چی داره؟ اینجا ریسپشن میگیم، بخش معلومات است و بخش اداری است که مریض راهنمایی میکنه و اعتبار به مدیر اداری ما میگه، چون یک بخش ما بخش ادمین اسیستان میگیم، مدیر اداری که بخش اداری رو پیش میبره و از این وظیفه‌اش نمی است که پایواز مریض راهنمایی بکنه. بله. دکتر صاحب لباسایی که در اینجا گذاشته سی لباسا که شما مشاهده میکنید این قسمت دو رنگ در نظر گرفته شده که اینجا یک چیز میخواستم یادآوری بکنم، به اینجا پایواز مریض اجازه نداره. همون طوری که مثل عملیاتخانه غیر مریض پایواز مریض اجازه نداره، در سرویس آیسیو همین قسم است که سوء تفاهم نشه. به قسمت سرخ به خاطر پایوازاست که اجازه نیست که داخل بعضی شرایطهای خاص خود را داره بخش آیسیو. نگاهید مسئله آی پی و قسم رنگ زرد که میبینین این است به معنی ببین بگذر، ارتباط با پرسنل هم میگیره. متوجه باشن و از که لباس که مشاهده میکنیم ما دو اتاق در نظر گرفتیم، یک لباس تبدیلی زنانه، یک لباس تبدیلی مردانه. دکتری که نوکری وال است صبحانه که در وظیفه خود می لباس خود تبدیل میکنه، بعد از او گاون کلاه دسکش و یک قسمت چبلک بود خود تبدیل میکنه، بعد از او باز داخل سرویس آیسیو میشه که سبب انتقال انتانات و خونکد آینده که در مریض که مشکلات
به وجود بار نمیاد. و دیگه قسمت برنامه کدام بخش میریم حالا دکتر صاحب؟ در کدام بخش؟ بخش درگ استور یا دواخانه هم داریم. بخش دواخانه هم بخش مهم هست و ببینیم که دواخانه چی داره، چی امکانات داره. بعضی دکتر صاحب اگر بگوین که دواخانه چی دوایی داره برای مریضای ویژه و برای مریضای بخش ICU؟ بله خب طبعا سرویس یاسی بخش واحد مراقبت های ویژه مریضایی که بسیار وخیم هستند با واحد اقلام دوایی که فوری نیاز دارند. ما تا اقلام خوشبختانه با کمک رئیس حکام بخش ما خریداری شده و به مریضا به طور رایگان توزیع میشه. اقلام دوایی از قبیل نورادرنالین، دوپامین، هایدروکورتیزون، آویل، بخش آنتی بیوتیک ایمیپینیم، سفترکزون و سایر دکتر صاحب همین دوایی که زیاد در بخش عاجل مصرف میشه اون دوا را اگر به ما نشان میتونم دوا کدام دوا هست؟ گاش خود است بخش دوای عاجل بسیار زیاد نظر به مو تشخیص یا نظر به مولدی که مریض می فرق میکنه. با طور مثال ما مریض میاد که مصرف بیشتر دوای بنزودیازپین یا دوایی که استفاده کرده که سبب بیهوشی مریض شده یا دست به خودکشی شده، دوایی که ما آنتیدوت یا ضد دوا میگیم. با طور مثال فولمازینین داریم، ضد دوای بنزودیازپین کسایی که دست به خودکشی میزنه داریم. چی کار میکنه باز؟ وظیفه‌ای است که مریض ضد آنتیدوت بنزودیازپین است و مریضایی که اوپیات استفاده میکنه از حد اندازه دوزی که تداوی نیست باعث نیشاور استفاده میکنن یا که دست به خودکشی میزنن دوای اوپیات استفاده میکنن. بعد مقابلش ما دوای برام نالوکسان داریم کمک میکنه ضد آنتیدوت اوپیات است که میتونیم استفاده بکنیم و جان مریض نجات بدیم. و در مریضایی که مثلا فشار بلند دارن عاجل میان با نظر داشت تمام اراز علمی کلینیک با نظر داشت بعضی مشکلات سابقه دارن چی دارن دوای مثلا لابیتولول داریم، ما میتروپولول داریم که به خاطر کنترل فشار مریض استفاده میشه، آیدکورزین داریم به خاطر حساسیت یا با وجود حساسیت مثلا بعضی از امراض دیگه هم استفاده میکنیم که نیاز به استروید داشته باشن. دیگه مشکلات تعود البدی اگر داشته باشن تا اندسترون پانتوپرازول داریم. دکتر صاحب بعض بسیار مهم از در بخش ICU ادرنالین است و اتروپین است. مریضایی که arrest قلبی میته که قبلا ماشین دیسشاک با شما منفی گرفتن نیاز میشه که مریض ما بخوایم احیا بکنیم از دوای ادرنالین یا اتروپین میتونیم استفاده بکنیم. و میتونیم سایر دوا استفاده مواد خاصی خود داره و ایده مریضایی که مثلا فشار نداره ما دوای دوپامین استفاده میکنیم، نوریپینفرین که بدانیم ما پس دوباره فشار مریض تامین بکنیم. منتظر اگر فشار بلند باشه از پروزامید استفاده میکنیم و لازم سیروم رینگا، سیروم سالین و سایر ادویه‌ای که نیاز میشه که بذاریم جان مریض نجات پیدا بکنیم ما در بخش دوا. بله دکتر صاحب در اینجا همه دوایی که برای بخش ICU ضرور هست موجود هست یا ای که پایواز یا اون مریض از بیرون دوای خود میگیره چه قسم است؟ تمام امکانات دوایی در اینجا مهیا است؟ بله این بخش ما پروژه ما که است یک از طرف دفتر محترم UNDP ساختمانش تجهیزاتش کلش به ما سپلای شده و مسئله رنینگ کاست و گپایشان اقلام دوایی نیاز میشه یا لباس مریض یا مصارف های متفرقه کلش از طرف ریاست پروژه ICU وزارت محترم صحت‌عامه هر کوارتر به ما سپلای میشه و طر رایگان و مریضا توزیع میکنیم. چون یک بخش بسیار مهم است و بخش بسیار حیاتی هست. منتظر اگر قرار باشه ما مریض نشته بکنیم دوا نشته بکنیم تا که میاره خدا نکنه مریض تلف نشه. اقلام دوایی ضروری ان شاء الله خود ما داریم و کوشش به این میکنیم که همیشه از طرف وزارت محترم صحت‌عامه ریاست محترم صحت‌عامه توجه لازم داشته باشن و همیشه دوا را به ما سپلای بکنن تا در خدمت مریضان قرار بگیریم و سبب نجات جان یک انسان شد. تشکر دکتر صاحب. بریم به بخش دیگه. گفتیم که یک دو بخش دیگه هم اینجا داریم که این بخشا این طرف نامش است میل چنجینگ روم، محل لباس. بله این محل لباس تبدیلی مردانه است. بله بخش زنانه‌اش هم جداست. بله در اینجا مردا لباس های خود تبدیل میکنن و در اون طرف هم بخش زنانه است که بیاین از او هم یک دیدن بکنیم ببینیم که هر دو اتاقا یک قسم است یا ای که تفاوت داره. خب دیگر در هر بخش یک الماری در نظر گرفته شده که اون لباس های خدا میشه این مربوط به بخش زنانه میشه.
خب دکتر صاحب کدام بخش دیگه هم هست که ببینیم یا ای که تمام شد دیگه بخش تمام شد. بله دیگه بریم که امکاناتی بود ان شاء الله امید به این داریم که به خیر خوب استفاده بکنیم و به خدمت مریض میذارم. بله تشکر دکتر صاحب. سلامتی بخیر باشید. بینندگان محترم، در این قسمت از برنامه با کمال خان زدران سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت بلخ در مورد افتتاح بخش ICU صحبت هایی می داشته باشیم. سلام علیکم زدران صاحب. علیکم سلام. خوب هستید؟ بخیر. هدفتان از افتتاح بخش ICU در شفاخانه ملکی چیست؟ د بلخ حوزوي روغتون کې چې مونږ نن دغه ICU پرانستله نو د دوی خو طبعا په یو روغتون کې ICU یا DGD پاملرنه څنګه حتمی پر روغتون کې خو دا چې مونږ تر شاوخوا یو کال نه زیات وخت کې چې مونږ په دې کار روان کړی وو نو چې دا هم نن ورځ الحمدلله د ناروغانو پر مخ پرانستل شوه نو په دې باندې زمونږ هغه هیوادوال چې هغوی عاجل درملنې ته اړتیا لري وضعیتونه ډېر خراب دي ځکه په ICU کې هر رقم ناروغ نه راځي کله هم چې په وارد کې د مریض وضعیت خراب شي هم چې وخیم مریض هغه ICU ته راوړي کېږي دلته ورته بنیادي خدمات وړاندې شي نو دغه روغتون کې چې حتما طبعا دا باید نو دغه د ناروغانو لپاره اشد ضرورت دی په دې خاطر باندې دغه ICU چې موږ پرانستل نو مخکې ځای درلوده هغه ځای چې نسبتا داسې ځای خو منظم نه و نو اوس الحمدلله یو په خارجي معیار سره یو د هیواد په سطح کې اول دوهم مقام کې به دغه ICU انشاءالله چې هیوادوال ته خدمات وړاندې کړي. زدران صاحب ای از طرف کی بخش ICU افتتاح شد؟ دغه ICU د عامه روغتیا وزارت همداراز د UNDP دفتر په مالی لګښت سره چې د یو کال څخه زیاته موده د دوی د جوړېدو چار روانې وي چې شاوخوا 1.8 میلیونه ډالر لګښت پرې راغی چې نن الحمدلله پرانستل شو. زدران صاحب معیارهای خاص هم هست برای مریضایی که مربوط بخش ICU میشه؟ کدام شرایط خاص دارن مریضا؟ اگر بگوین اینجا که مریضایی که میای مثال مریضای بسیار وخیم است خو نسبتا ICU دیگه که بود ICU بر اسم مجاز است با وسایل طبی پیشرفته ماشینالات اکسری التراسوان ایکو و بخشای چیزی است که برای مریض دوا ICU دیگه که بودیم مریضا را میبردیم سر ماشین اکسری که اونجا اکسری میشد و الحمدلله ماشین هم میاریم سر مریض که اینجا اکسریشن در سر بسترشان بگیره و تو ماشینالاتش هست اکسیژن پلانتش علیده است که هر مریض علیده اکسیژن پلانت داره و اینجا اکسیژن برش تولید میکنه و خودشان استفاده میکنه. یعنی بخش ICU نسبت به بخش ICU دیگر امکاناتش بیشتر و پیشرفته تر است؟ بالکل طبعا چې نسبتا دغه ICU په پرتله باندې دغه ICU سل په سلو کې اجازه ده د وسایل ټول پیشرفته دي مخکې یادونه وکړه چې ټول یعنی په خارجي سیستم باندې برابر ده نو ډېره پرمختللې ICU ده یادونه وکړه چې د هیواد په سطح کې لومړی نه وي حتما دوم مقام کې به دغه د بلخ حوزوي روغتون ICU وي که تاسو د اتاقونه لیدلي وي د ناروغانو چې هر ناروغ ځان ته علیحده خونه لري چې 15 خونې دي او 15 ناروغان پکې بستریږي نو دا یو مجاز ICU ده انشاءالله تاسو به ټوله لیدلي په خپلو سترګو باندې نو فرش را طبي وسایل باندې سنبال. بله اینجا مریضایی که میآیند مریضای بخش ICU خدمات از لحاظ دوا و از هر لحاظ دیگه کاملا رایگان هست؟ او دلته چې کوم خدمات ناروغان ته کېږي هغه په مکمل ډول باندې رایگان دي زمونږ شاوخوا 50 تنه پرسونل دی شخصا چې هغه په ICU کې کار کوي نو ورته خدمات ټول رایگان دي که اکسري دوا وي یا هم نور کوم غاړین څه چې ورته ضرورت کېږي هغه انشاءالله دلته ورته په وړیا ډول باندې. خب زدران صاحب چی اطمینان میدی به مردم که به دل پر بیاین این بخش افتتاح شده و از امکاناتش استفاده بکنیم؟ دغه څنګه چې کله افتتاح شو نو اوس الحمدلله موږ نور هم هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هغوی به دلته د
هغه سیو پرتله باندې چې مخکې څنګه دوی ته خدمات وړاندې د هغې نه به څو چنده دلته دوی ته خدمات لا ښه وړاندې کېږي. دلته چې ټول وسایل تازه نوي او پرمختللي وسایل دي، نو خدمات به ورته ټول په وړیا ډول وي او بهترین خدمات چې دلته وړاندې کېږي نو په نورو روغتونونو کې فکر نه کوم چې خصوصي کوم ورته وړاندې شي. آیا ریاست صحت عامه ولایت بلخ پلان داره که امکانات را در این شفاخانه دیگه هم بیشتر بکنه برای سهولت شهروندان و یا مریضان؟ بالکل موږ په همدې لټه کې چې موږ ورځ تر بلې هیوادوالو ته غوره روغتیایي خدمات وړاندې کړو. کوم وسایل چې موږ سره په روغتون کې نشته موږ هغوی په لټه کې څو خپله ورته برابر کړو. وزارت صحت عامه څخه غوښتنه وکړو چې هغوی هغه کم وسایل چې موږ سره په حوزوي روغتون کې کم دي هغوی لا برابر کړو چې تر څو هیوادوال مو د هغوی څخه برخمن شي. نو موږ اوس په الحال یو په دې لټه کې چې یو د MRI ماشین ورته راوړو دلته چې تر څو مریضان مو دلته د حوزوي روغتون کې MRI شي. نو کوشش کوو چې څه وسایل چې پکار دي انشاءالله په شمال زون کې موږ ټول په بلخ په حوزوي روغتون کې پوره کړو تر څو هغه هیوادوال مو دې ته اړ نه شي چې نور ولایتونو ته لاړ شي یا هم بهر هم ملکونو ته لاړ شي. نو کوشش کوو چې لا خدمات پیاوړي کړو، لا یې ورته ښه کړو چې ټول راشي او دلته خدمات چې څه ضرورت دی هغه ټول ورته پوره کړو. تشکر. سلامت باشید. خیر باشید. بخش ICU یا بخش مراقبت های ویژه در یک شفاخانه از ضروریات عاجل می باشد و شفاخانه ملکی و یا شفاخانه ولایتی شهر مزار شریف امروز بخش ICU را افتتاح کرده است. بینندگان گرانقدر، این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه های بعد خدا حافظ و نگهدار شما. اگر می خواهید از موضوعات جالب و دیدنی با خبر شوید، پس چینل یوتیوب عفا را دنبال نمایید.